الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. همیشه حمد الله را بگوییم، ثنا و صفت و شکر بر الله بکنیم که الله متعال ما و شما را توفیق نصیب کرد که مهمان الله باشیم، در خانه الله باشیم، کتاب الله را بخوانیم و معنای کتاب الله را بخوانیم. و در سپاره 28 الحمدلله به توفیق الله در سوره التغابن رسیدیم. و سوره التغابن ایره وجه تسمیشی است که تغابن میگن به خاطر ازی که امو روز قیامت است که در اونجا انسانهایی که غبن کردن، غلطی کردن، گناه کردن، جرم کردن، بدبختی کردن با انسانهای موحد، یکتاپرست، راست، صادق، مخلص، اینجا اینا جدا میشه و بین از اونا فاصله ایجاد میشه. و این سوره را مدنی میگن و ما و شما گفتیم که در سوره های مدنی احکام الله متعال، شریعت الله متعال، نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مالی، نظامی و تمام نظام های اسلام در اینجا در سوره های مدنی بیان میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. الله متعال آیت شریف در آغاز چند سوره تکرار میکنه که ای مسلمان ها تسبیح میگن و با پاکی یاد میکنن الله متعال را. ما فی السماوات، تمامی مخلوقاتی که در آسمان ها هستند، و ما فی الارض، و تمامی آن مخلوقاتی که در زمین هستند. له الملک، متوجه باشین که خاص بر الله هست مالکیت، الله هست مالک متصرف، الله هست حفظ کننده آسمان ها و زمین، الله هست نگهدارنده کابل و مزار و هیرات و قندار، الله هست حفظ کننده تمام کائنات. از این خاطر بر از مالکیت تمام مخلوقات و تمام کائنات مربوط الله میشه. وله الحمد، و بر از ثنا و صفت و پاکی خاص بر از هست. و هو علی کل شیء قدیر، و الله متعال به هر چیز قدرتمند است. الله متعال میگه هو الذی خلقکم، الله ذاتی است که خلقکم، این توحید ربوبیت است. الله ذاتی است که شما را خلق کرده. فمنکم کافر و منکم مؤمن، بعضی از شما ای الله خالق شما هست لکن دین اجباری نساخته، بر شما اختیار داده و اراده داده. فمنکم، بعضی از شما کافر میشن، و منکم مؤمن، و بعضی از شما مؤمن میشن. والله بما تعملون بصیر، و الله متعال با آنچه که عمل میکنن خوب عمل شما را میبینه که شما کار مؤمنین میکنین یا کار کافرا را. خلق السماوات والارض بالحق، الله متعال خلق کرد آسمان ها و زمین با حق، با توحید. الله خلق کرد آسمان، شما آسمان ها را ببینین، به قدرت الله تسلیم شوین، وحدانیت الله را قبول بکنین. والارض، و زمین خلق کرد تا شما وقتی که مخلوقات زمین میبینین، هر برگ درختای سبز در نظر هوشیار، سعدی رحمت الله علیه میگه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. ای آسمان های، ای زمین، کل از اینا چی هستن؟ به خاطر شناخت الله هست، به خاطر توحید الله هست. و صورکم، و الله متعال شما را صورت بندی کرد، تصاویر شما را مختلف ساخت. فاحسن صورکم، پس بسیار زیبا شما را خلق کرد. یعنی در بین از این تصاویر که است، بهترین تصویر چهره انسان هست. و الیه المسیر، و به طرف الله متعال بازگشت شماست. یعلم، الله میداند، ما فی السماوات، آن چیزی که در آسمان ها هست، و الارض، و در زمین است. و یعلم، و الله میداند، ما تسرون، آن چیزی را که شما سری و پت انجام میتین. و ما تعلنون، و آن چیزی را که آشکار و علنی انجام میتین. والله علیم بذات الصدور، الله از سینه هایتان، از آن چیزی که در صدر شما هست، از قلبتان، الله بسیار با خبر است. الم یأتیکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا نامد بر شما خبر نبأ، خبر میگه، آیا بر شما نامد خبر الذین، کسانی که کفر و کافر شدن من قبل و پیش از این، فذاقوا وبال امرهم، اونا باز چشیدن وبال، امو جزا و مصیبت امرهم، کارهایشان را. ولهم عذاب علیم، بر از اینا عذاب بسیار دردناک است. ذالک، چرا این عذاب بر از اینا نازل شد؟ به خاطر ازی که بانه کانت
تأتیهم رسولهم بالبینات، به ای که میامد پیش از اینا پیغمبرانشان بالبینات، با دلایل بسیار روشن، با معجزه ها. فقالوا بازی ها میخستن کلانکاری میکردن، میگفتن ابشر یهدوننا، ای بشری انسان آمده ما را راهنمایی میکنن؟ نه، تا که ملائکه نبیایه ما این قبول نداریم. فکفروا بازی ها کافر شدن و تولوا و روی خود را گشتاندن. و استغنى الله، و الله استغنا کرد از اینا، هیچ پروایشان نکرد. اگه کل دنیا کافر هم شوه، الله متعال غنی هست عن العالمین، محتاج نماز خواندن و روزه گرفتن و این گپای از اینا نبود که یا چیز شون. والله غنی حمید، الله بسیار بی نیاز است و حمید و حمد کرده شده هست. اگر مثلا 10 نفر 20 نفر 100 نفر کافر شوه، 1000 نفر کافر شوه، آنقدر بنده های الله هست که ایران میمونیم. یک وقت ما در مکه مکرمه رفتیم، ما دیگه یک چند قدمی هتل تال دادم، گفتم برو انشالله اگر یک 15 دقیقه 10 دقیقه وقت بانم که برو اونجا، مسجد خود جای زیاد است. تا که اونجا رفتم سعی میکنم که مسجد خود پر است، دروازه‌اش بسته شده. چی گپ است؟ گفت نه دیگه جای نیست. عالی طرف اولی مسجد یا هم پر است، بیرون مسجد ساحه است یا هم پر است. آخر آمدیم در کجا نماز خواندیم که هیچ جای نبود. در روی سرک یک جای قیر بود، این طرف هم کوت قیر بود، این طرف خاک بود. الله نشان داد که اگر تو یک دقیقه طال بیتی، بنده های الله هست برای عبادت الله که دروازان بر تو باز نمیشه. همونجا گفتیم سبحان الله والله غنی حمید، الله غنی هست، به عبادت کس نیاز نداره. ما محتاج هستیم به عبادت الله و حمد و ثنا و صفت الله را کلگی میکنه. سعی کنی افریقایی، اروپایی، سفید پوست، سیاه پوست، مالیزیایی، قد بلند، قد پخش، رنگ‌های مختلف، اونجا باز درک میکنن سبحان الله کسی که چقدر مردم گریه میکنن، اخلاص میکنن. مردم افغانستان خب بسیاری ببینید جا که میرن موبایلک جدیدش هست، تمام روز عکسای سلفی میگیرن. نگاه را که سعی کنی که عبادت هست، که تقوا هست، که گریه میکنه، که خدا در پردای کعبه ویزان کردن، خدا در هر چیز حل کنی، تو ایران میمانی میگه سبحان الله والله غنی حمید. زعم الذين كفروا، گمان کردن کسانی که کافر شدن، ان لن یبعثوا، که یا مبعوث نمیشن، دوباره زنده نمیشن. قل بلا و ربی، برشان بگوی رسول الله صلی الله علیه و بله و ربی، و قسم است به رب من، قسم است به خالق من، قسم بخو برشان رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این خاطر علما میگن قسم حق جایز است، قسم ناحق نارواست. بعضی کسا در قسم حق هم میترسن، سر شکست تومت میکرده باشه میگه خیلی قسم بخور. نه والا من قسم اگه بخورم عذاب الله می، قسم حق پروا نداره. حالا الله و رسول الله چی میگه؟ قل بگو برشان بله بله و ربی، و قسم بخو، بگو قسم از به رب ما. پس رسول الله هم گفت، الله گفت قسم برشان، بگو چی بگو برشان؟ بگو قسم از به الله که لتبعثن، که حتما شما مبعوث میشین، زنده میشین. ثم سپس لتنبؤن، باز برای شما خبر داده میشود بما عملتم. این ثم به خاطر چی هست؟ انسان که مبعوث میشه 50,000 سال در روز قیامت میمانه. نگفت که کمی زنده شدی بر تاجل خبر داده میشه. منتظر هستی و هستی انسان ها به اندازه در انتظار می باشن پیش آدم علیه السلام میرن، پیش نوح علیه السلام میرن که ای آدم علیه السلام تو خب پدر بشریت هستی، تو یک دعا بکن که پروردگار متعال می ترازوی میزان بگذاره که ما خب بیخی از سختی های قیامت است. باز پیش نوح علیه السلام میرن، آدم علیه السلام میگه نفسی مرا غرض نگیرین، ما در غم جان خود هستم. پیش نوح علیه السلام میرن، پیش موسی علیه السلام، پیش ابراهیم علیه السلام، آخر پیش رسول الله صلی الله علیه و وقتی که میه باز رسول الله هم سجده میکنه برای الله. شفاعت هم خادی نیست که هر کس هر چی که دلش بگه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کی میتونه پیش الله شفاعت بکنه مگر به اجازه الله. رسول الله صلی الله علیه و سجده میکنه، اجازه میخواد از الله. الله برش میگه سرت بلند بکن، چی میخوای پیغمبری را شفاعت کبرا میگه. باز رسول الله صلی الله علیه و میگه یا الله مردم در حالت سخت قرار دارن، اگر همی ترازو شروع شوه، حساب شروع شوه، که الله متعال میگه قسم بخو برشانه رسول الله که لتبعثن، شما چی میشین؟ زنده میشین. ثم سپس لتنبؤن، 50,000 سال در میدان حشر. این مخلوقات که از اول زمان آدم علیه السلام گرفتن تا آخر انسان چند بیلیارد و چند تریلیون انسان میشن. این محاسبه از یا ذره ذره در یک روز میشه که چقدر وقت است؟ 50,000 سنه، 50,000 سال.
50,000 سال در روز قیامت انشاءالله ما و شما اونجا می باشیم. ثم لتنبؤن بما عملتم، باز بر شما خبر داده میشه که چی کار کردین، دفتر اعمالتان باز میشه بتون. و ذلک علی الله یسیر، این پیش الله بسیار آسان است، بر شما سخت معلوم میشه. فآمنوا، پس ایمان برین، ایمان حقیقی با یقین، بالله، به الله و رسوله و به رسول الله صلی الله علیه و سلم، و النور الذی انزلنا، این قرآنی که ایره الله گفته روشنایی هست، به این روشنایی، به این نور که ما ایره نازل کردیم، الله بما تعملون خبیر، الله با آنچه که عمل میکنین بسیار با خبر است. یوم، روز قیامت، یجمعکم، جمع میکند شما را الله متعال، یوم الجمع، به روز جمع که این روز قیامت میگه. ذالک یوم التغابن، این روز تغابن است. اینی روز حقیقی است که کسی که غبن کرده، بدی کرده، زشتی کرده و کسی که نیکی کرده، بعضی علما ایره به نام روز چی میگن؟ روز حقیقی بردن و باختن. روز حقیقی است که اینجا ما کی برباد میشه و کی حقیقتا نجات پیدا میکنه. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، و کسی که ایمان داشته باشه به الله و اعمال صالحه بکنه، الله متعال میگه جگر خود نباشه، یکفر عنه سیئاته، دور کرده میشود از او چی؟ گناهایش، و یدخله، و ایر داخل میکنه الله متعال جنات، در جنت هایی که تجری من تحت الانهار، در زیر باغها و قصرهای از اینا چیز جویبارها جریان دارن. این موقت است، الله میگه نه، خالدین فیها ابدا، همیشه همینجا می باشند. ذالک الفوز العظیم، اینی کامیابی بزرگ است که در اینجا انسان نجات پیدا کنه. والذین کفروا، اما کسانی که کافر شدن و کذبوا بآیاتنا و تکذیب کردن به آیات ما، اولئک اصحاب النار، یا اهل دوزخ هستند، خالدین فیها، همیشه می باشند در امی دوزخ، و بئس المصیر، بسیار بد جای است امی جای رفتن از اینا. بعضی کساس میگه بر ما مصیبت ها میرسه، سختی ها میرسه، الله متعال میگه ما اصاب من مصیبت، هیچ مصیبت نمیرسه الا باذن الله، مگر به حکم الله. در مصیبت ها امتحان است. و من یؤمن بالله، و کسی که ایمان داشته باشه به الله، یهدی قلبه، الله هدایت میکنه قلب ازوره. هر قدر که سرش مصیبت زیاد آمد، به مو اندازه صبر میکنه، شکر میکنه. چرا؟ دوستای الله در مرض شکر میکنن. گفتن در مرض شکر میکنی؟ گفت شکر الحمدلله که مریض هستم. چرا؟ مریض 24 ساعت در ذکر الله میباشه، در عبادت الله میباشه، قلبش با الله میباشه، به طرف الله هر لحظه آماده رفتن است. گفت شکر است نسبت به اینکه در گناه مبتلا باشم که یک دفعه غضب الله سرش بیه هلاک شوه و این در حالت گناه. پس این وقتی که میگه برای مسلمان ها میگه که وقتی براتون مصیبت میه، سختی میه، مرض میه، درد میه، این از جانب الله هست، حکم الله هست، تسلیم حکم الله باش. و کسی که ایمان به الله داشته باشد، باز الله قلب از هدایت میکنه. بزرگترین نعمت الله برش میده. با مصیبت و صبر در مصیبت بهترین نعمت چی است؟ هدایت قلبی هست. والله بكل شيء علیم، الله به هر چیز عالم است. الله میفهمه که به خیر تو چی هست. از این خاطر اشد الناس بلاء الانبیاء، الله میگه زیادتر کسایی که امتحان میشن کی هستن؟ پیغمبرها هستن. زیاد سختی ها سر کی میه؟ سر پیغمبرها میه. اشد الناس بلاء، زیاد امتحان سر کیست؟ سر پیغمبر است. ثم الامثل فالامثل، باز هر کسی که به پیغمبر نزدیکتر باشه سر از سختی زیاد میه. و اطیع الله، و اطاعت از الله بکنین، و اطیع الرسول، و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین. ایناله بعضی کساس میگه ما قرآن قبول داریم، سنت قبول نداریم، ما آیات قبول داریم، یه حدیث قبول نداریم. الله میگه نه، اسلامی نیست. اسلامی است که هم اطاعت الله را بکنی، قرآن بپذیری، اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنی، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، سنت ها را بپذیری. و اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت هم از الله بکنین و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین، هم قرآن بگیرین هم سنت بگیرین. فان تولیتم، اگر شما باز رو بگردانین، فانما، پس یقینا که علی رسولنا، بالای رسول ما، وظیفه پیغمبر ما چی است؟ البلاغ المبین، تبلیغ آشکارا. پیغمبر هم قرآن بیان کرد، هم سنت بیان کرد، لحظه به لحظه، از طهارت گرفته تا خلافت. دمی تشناب هم که داخل میشی، داخل شدن در تشناب، نشستن در تشناب، روید باید کدام طرف باشه، با کدام، با چند مثلا
وسیله تنظیفی تو باید خدا را نظافت بکنی، چه قسم وضو بکنی، چه قسم تا سیاست و حکومت و خلافت، از طهارت تا خلافت کلش رسول الله صلی الله علیه و یک بیان کرده. وظیفش بلاغ مبین است، آشکارا. الله لا اله الا هو، توحید الوهیت است که میگه الله او ذاتی هست که لا اله نیست هیچ کس مستحقی که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود الا بغیر هو، از او فقط به استثنای الله عبادت کسی دیگر نمیکنه. انسان موحد و اطاعت از شریعت الله را فقط میکنه، قوانین دیگر را نمیپذیره. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر الله توکل میکنه مؤمنان. این توحید در توکل است، عبادت قلبی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، احتیاط بکنین بعضی از همسرایتان و اولادهایتان این دشمن شما هستن. چه وقت اولاد و خانم به دشمن مبدل میشه؟ وقتی که مانع تطبیق شریعت الله شوند. تو به اونا اقا مصروف شوی که بالاخره تو را در دوزخ برتن. حالا بسیاری کساس حرام میاره، رشوت میخوره، اختطاف میکنه، مال مردم هم میخوره، دروغ میگه، غلطی میکنه، میاره برای کی؟ بر خانم اولاد خود. الله میگه ای بر تو دشمن قرار میگیره. نفقی حلال بتل، چیزی که حلال است پیش روش بیار بون. فاحذروهم، احتیاط بکنین. و این تعفو، اگر شما عفو بکنین، و تصفحو، و صفحه یا چی کنین، خودگذری بکنین، و تغفروا و مغفرت بکنین، فان الله غفور رحیم، یقینا که الله متعال بسیار بخشاینده هست و مهربان است. انما الله متعال میگه یقین داشته باشین که اموالکم و اولادکم فتنه، اموالتان و اولادتان چی هست؟ فتنه، امتحان شما هست. بسیاری کسا به خاطر مال خود از عبادت الله، از جهاد الله، از دعوت الله به خاطر مال خود دور میشن، و بعضی کسا به خاطر اولاد خود. الله میگه که اموال اولادتان چی است؟ فتنه است، امتحان بزرگ است برای شما. والله عنده اجر عظیم، و به نزد الله اجر بسیار بزرگ است. فاتقوا الله، پس بترسید از الله، تقوا بکنین، ما استطعتم، به اندازه تواناییتان. یعنی وقتی که تقوا هم میکنین، بعضی کسا در تقوا آنقدر سر خود فشار میاره که بیشتر از توانش. الله متعال میگه نه، تقوا بکنین به اندازه تواناییتان. یگان تا جوانا رو ببینی کمی روز اول یکم 4 کلمه رو یاد گرفت، بازی میخیزه در مقابل کلگی استاد میشه، او رو هم رد میکنه، او رو هم رد میکنه، او رو هم رد میکنه. یک وقت که ببینی که در میدان تنها میمانه، باز نمیتونه، باز بیخی دیگر از گریانایش سر میکنه و در مجلس میشینه، والا چطور است، والا پدرم نه. فاتقوا الله ما استطعتم، با استطاعت توانیتان تقوا بکنین. اگر استاد نماز خوانده میتونستی، بسیار خوب، تقوا بکن، استاد نماز بخوان. مریض بودی 6 تا هم نمیتونستی، وضعیتت خراب بود، چی کن؟ به پهلو افتاده. مریض بودی، اجازه بود که روزه را بخوری، بخور. یگانه که ببین گرده های خدا محکم گرفته در رمضان، دکتر برش میگه هر لحظه باید یک گلاس آب تو بخوری، بسیار گردای سنگ داره تا کی بفته، روزه نگی. این میگه نه من نمیمانم. الله میگه این کار نکن. تقوا به اندازه چی است؟ استطاعت و توانایی هست. باز اگر استطاعت داری، خدا باز به دیوانگی نزن دیگه. بعضی کسا باز خوب استطاعت داره، باز برعکس است. یگان یکی مریض است، 6 تایی نماز خوانده نمیتونه، خدا به زور سر چوب گرفته دیگه استاد است نماز میخونه. این کارم نکن. بعضی دیگر ببینید که خوب جوان است، خوب قدرت داره، خوب توانایی داره، خوب اندام داره، قرار 6 تا مستضعفین. این دیگه صاحبه چم تو دانه کشواز ماندم، من دیگه همی دمی کنجکی 6 تا نماز میخونم. نه، تو جوان هستی، تو باید با اندازه تواناییت الله از تو چی میکنه؟ تو را محاسبه میکنه. تو مثل رودش سفید و رخ نیستی، مثل ضعیف و نیستی. بنابراین مسئولیت های جوان ها 70 و چند شعبه ایمان است، در کلش باید امتحان بدی، در کلش نمره داشته باشی. باز اگر یک ریش سفید ضعیف و مریض و نابینا حکم علیده داره، باز حکم تو خود قوی تر است. فاتقوا الله ما استطعتم، به اندازه استطاعتتان. واسمعوا و بشنوین و اطیعوا و اطاعت بکنین از الله.
و انفقوا و نفقه بکنید خیر لانفسکم، بسیار خوب است برای نفسایتان. و من یوق شح نفسه، و هر کسی که یوق وقایه بکنه خدا نگه بدارد از چی؟ از شح نفسه، از بخیلی نفسش. فاولئک هم المفلحون، یعنی اینیا کامیاب هستند. بخیلی چی است؟ پیسه داره در راه الله، در مسجد الله، در دارالایتام، در جهاد، در صدقات، در یتیم بیوه، جیبای خدا بسته کردن. الله متعال میگه اونو کسایی که بخیلی خدا وسو کرد، یعنی جیبای خدا که دوخته اونو را واز کرد، اونو باز کامیاب است. متوجه هستین؟ ان تقرض الله قرضا حسنا، اگر شما قرض بدین به یک مسکین و فقیر، مثل که قرض برای کی دادین؟ به الله دادین. الله متعال میگه که ایره باز قرض حسنه میگه که در مقابل از چیز طلب نکردین، یضاعف لکم، الله متعال باز ایره دوچند میسازه، ثواب از را و یغفر لکم، و شما را مغفرت میکنه. والله شکور حلیم، الله بسیار قدردان هست و حلیم و بسیار بردبار است. عالم الغیب و الشهاده، عالم غیب و آشکارا هست. العزیز الحکیم، غالب با حکمت است.